بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین. ثم الصلاة والسلام على جميع انبیاء الله و رسله و ملائکته ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب عزیزان، اینطور بود بحث ما، رسید به اینجا که علم معامله که علم وظایف بندگان است. چون هر شب باید یه جمله بگم که خاطر مبارکتون بیفته. خیلی خوب، این علم وظایف بندگان است. این یه باطنی دارد که اون باطن معرفت احوال قلوب است که این چند شب را بحث ما اون بود و گفتیم انشالله تعالی شما جوانان عزیز، مردم با فضیلت عنایت فرمودید و من بحث معرفت احوال قلوب را، حالا قسمت اینطور بوده، اولین بار بود که مطرح کردم. البته گفتم خدمتتون ممکنه در اجزاء بحث با بحث‌های دیگه یه اشتراک‌هایی باشد، حتما همینطوره. بالاخره یه بحثی که انسان انجام میده، بحث اخلاقی عرفانی، بعض اجزاش با بحث دیگه مشترکه، اما اصل چهارچوب این بحث رو بنده اولین بار است که مطرح میکنم. پارسال یا پیارسال در تهران در دهه عاشورا مجلس محترمی داریم. اونجا فقط بنده این دوتا قسم رو توضیح دادم، علم مشاهد، مکاشفه و معامله، اما این قسمت رو هنوز نگفته بودم، قسمت بود اینجا بگم. پس بنابراین اینطور شد که ما عبادات رو که به جا میاریم، خب اینا خیلی مهم است. نماز خدای نکرده بیاییم بگیم که کسی نماز نخونه به هیچ جا نمیرسد. واجبات شرعیه رو به جا نیاره اصلاً به جایی نمیرسه. الان در بین دکاندارا که ما داریم، دکاندار زیاده، بعضیاشون یه تظاهر به دینم دارن، بله، از طریق مقدس معابی و تظاهر به دین مشتری جذب میکنن. بعضیاشون هم نه، خیلی حتی به وظایف یومیهشون هم نمیرسن. بله، حالا عرضم خدمتتون که میگه ما یه آقایی هست در جایی، بله خیلی مذهبی نیست ولی یه کارای بلده. چی بلده؟ شیطان هم خیلی کارا بلده. اینا نباید از کسی دلبری کنه. هزار تا حیله حقه هست که آدم میتونه با این یه کارایی بکنه. مهم نیست این چیزا، مهم این است بنده خدا بشه، خدا بپسنده او را. بنابراین این وظایف بندگان مانند نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امثال اینا هم معامله است، علم معامله است. باطن این علم معامله گفتیم که خدمتتون معرفت احوال قلوب است. در قلبم صحبت کردم دیگه زیاد، اونا که بودن شنیدن احتمالاً همتون تشریف داشتین. بنابراین حالا من نماز که میخونم، روزه که میگیرم، از این طرفم باید مواظب بشم ببینم. دیشب گفتم آیا من حسد دارم؟ این گناهان که از ما سر میزنه عزیز من، یه وقت میبینید که همون عبادات یومیه‌مون هم اونو جبران نمیکنه. یه دلی شکستی، نماز ظهر از خوندی، مغرب شا خوندی، درسته که خوندی، بی نمازت نمی نویسن، اما بالاخره کم فضیلت میشه. در کنارش هم این گناه را نوشتن. اصلا ما مردم باید گناه شناسی را اول به ما بگن که گناه یعنی چی اصلا.
گناه باطن گناهان رو ما نمیدونیم. میگه حالا گناهی گفت کردم شد دیگه، کسی که نفهمید. یه قضیه براتون بگم، اینو گفتم در گذشته به دوستان، حالا شما شاید بعضیاتون نشنیده باشین، بعضیاتون شنیده باشین. حالا میگم ما یه استادی داشتیم که مرحوم آیت الله علامه آقای حاجی میرزا حسن مصطفوی تبریزی. من چند سال پیش بود منبر میرفتم، به من زنگ زدن که ایشان مرحوم شده و هیچ کس نمیخواهیم غیر از تو منبر بره. خیلی جالب بود داستان. یعنی ببینید 30 سال من بالاخره جسته گریخته شاید شاگردش بودم. خب من الان گذشته که بلندشم برم تهران و برگردم و دیگه بالاخره روزگار ما از چیزا گذشته. اما دیدم اگر نرم عمری ناراحت خواهم بود. خلاصه خانواده خودش و دوستانش ارادتمندانش دعوت کردن جاتون خالی. مجلسی بود که چون ما با آقای مصطفوی خیلی مسائل داشتیم. حالا گوش بدید تا بگم براتون. خدمت شما عرض می شود که ایشون قضایایی داشت که به شما عرض می کنم. یک نفر، یک شیخ ساده‌ای که یه لباس خیلی ساده و مندرس، این چند تا کتاب بساط می کرد. حالا جالبه، من مجلس علامه مصطفوی را که رفتم منبر، یه سیدی بزرگواری، حالا اسم نمیارم، دم در بود که ایشون گفت میدونی چه این قضایا به ما هم مربوط میشد؟ گفتم بله میدونستم و عمدن نگفتم. آقای مصطفوی جوان بود، یه شیخ جوان تازه درس میخوند اونجا. پیش آقای شیخی که کتاب بساط میکرد، میبینی که این جوان مهذبیه، میگه من یه انگشتر دارم به یادگار میدم به تو، شاید اینجوری بوده، هر کس رو عقرب بزنه، مار بزنه، زنبور بزنه، تو نزدیکش بکن. عرض شود خدمتتون که نزدیک به اون عضو بکنی اون ساکت میشه. این دیگه یه چیزی بوده که من شما واضح این 2 تا 4 تا گفت. این گرفت انگشتر رو، خدا حافظ رفته بود حمام، دید که یک نفر داره نعره میزنه. گفتن چیه؟ گفتن یه زنبوره بزرگ هستا، زنبور گاوی میگن، زنبور کافرم میگن، بدبخت کافرم نیستم، میگن کافر. خلاصه گونه یه نفر زده بود، اینم فریاد میکشید. این آقای مصطفوی در سن جوانی میگه خب این انگشتر رو به من دادن، شاید یه وظیفه شرعی باشه. توجه کردید؟ یه وظیفه شرعی. پناه میبریم به خدا. خلاصه مردم میشکافه که آقا چی شد چیه؟ میگن شیخ تو وقت گیر آوردی، این داره میمیره، حالا تا بگی چی؟ میگه باشه حالا بذارید من ببینم. تا انگشتر میرسونه این خوب میشه، میریزن دنبالش که لباساشو پاره کنن. نه میگم گفتم خدمتتون یه 2 تا 4 تا واقعیت داره. ایشون فرار میکنه، مدرسه خان هست اونجا، مدرسه آیت الله رضا بروجردی، مدرسه خان میگن اونجا، درا را میبندن. ایشون آقای مصطفوی اونجا حبس میشه تا مردم متفرق میشن. بعد یه سیلی اومده بود تو قم، رودخونه قم گاهی وقتا یه سیلای عجیب میمد که صداش میمد تو خونه ها دیگه. بعدا نمیدونم والله سد بندی کردن چیکار کردن. آقای مصطفوی گفت این انگشتر منو مشهور میکنه. ببین مشهور شدن، اینا را دقت کنید،
به یادگار به شما میگم، مشهور شدن آفته، آدم بیچاره میشه. ظرفیت میخواد. یه وقت دیدی یه نفر مشهوره، هیچ براش مهم نیست، ظرفیتشو داره، اما یه نفر یه ذره مشهور بشه دیگه وای وای، به زمین میگه منتم بکش تا پامو بذارم. یه نفر میگفتن که شاید اینجوری بوده، میگفت یه نفر در یه اداره یه پستی پیدا کرده بود، رفیق چندین سالش رفته بود پیشش، گفته بود شما؟ خیلی ممنون، منو نمیشناسی دیگه. گفت اونور میز با اینور میز خیلی فرقشه. بله. گفت شما؟ گفت هیچی دیگه، چی بگی دیگه، رفیق 20 ساله شاید اینجوری بوده. خدا نکنه آدم به اینجا برسه با یه دونه میز به رفیق 20 سالش بگه شما. بله، شهرت آفته. گفت آمد لب رودخونه، سیل داشت میرفت چجوری، این انگشتر شوخی نیستا، آدم میشد با این دکون باز کنه، دکون که هیچی پاساژ باز کنه، ولی میگه این در آورد انداخت تو سیل. گفت این منو مشهور میکنه، معلوم نیست ظرفیتشو داشته باشه. بله. یه یادگار دیگه به شما بگم، حالا داستان مصطفی ادامه داره، این ظرفیت میخوام بگم. مرحوم آیت الله العظمی شیخ الفقها آقای عراقی بالای سر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به من گفت بشین میخوام یه چیزی بهت بگم. این خیلی عجیبه، خدا میخواست من اتمام حجت بشم، اگه من جهنم برم، من خودم میگم برم جهنم هیچ طلبی از خدا ندارم. خدا میگه آقای عراقی رو من محبت تو رو در قلبش انداخته بودم، دیگه چی میگی؟ مردم حسرت میخوردن آقای عراقی یه دفعه ببینن، ایشون به من میگه بشین زمین کار. گفتم آقا چشم. صحبتای فرمودن این یادگار باشه براتون. گفت در تهران پیش آسد احمد خونساری میری یا نه؟ آقای عراقی بالای سر حضرت معصومه. چی از این بعد دیگه از این بهتر چی میشه؟ گفتم آقا من عادت مزاحمت بزرگان رو ندارم، واقعا من دور دعا میکنم، ای آدم بری بزرگی پیدا کنه و نمیدونم. خلاصه گفتم من از مزاحمشون نمیشم، من فقط آیت الله العظمی آسد احمد خونساری رو یک بار خب رفتم مزاحمش شدم، یک بار، اونم این بود یک کتاب خطی من خریدم چاپ نشده بود، دیدم یه مهر گلابی شکل پشتش زدن مهر وقفه. میدونید کتابا رو که وقف میکردن گاهی با دست مینوشتن، گاهی یه مهر درست میکردن که دیگه هی ننویسن. میگفت مثلا وقف کرد فلان کس برای اولاد ذکور چی چی چی، مهر رو میزدن. حالا من اینو خریدم، کتاب چاپ نشده بود، خیلی نفیس بود. آقا مدام خونه دیدم که یک مهر پشتشه. ما خاک نعلین آقای خونساری هم نمی شدم، اما حالا به همون طلبگی ضعیف خودم به ذهنم آمد که این ممکنه این کتاب رو نامعتبر و حرام نسازد برای من. چرا؟ چون با دست اگه می نوشتن مهر می زدن بله، ولی این مهر و استامپ، یه نفر مثلا خوشش بیاد اینو بزنه پشت این کتاب، این حجت شرعی نمیشه. تو ذهنم رسید، ولی گفتم بذار برم پیش آقای خونساری. رفتم خدمت ایشان، خدا روحش شاد کنه، همون ایستادم روبرو شد، نور بود، نور. گفتم آقا من این خریدم، مهر پشتشه، چیکار کنم؟ خدا میدونه. فرمودن شاید کسی خواسته شوخی کرده باشد. فرمودن این اعتبار نداره، مهر برداشتن زدن دیگه، چه اعتبار داره؟ این یک سر پله ایستاده بود، یه نیم دقیقه تأمل کرد،
فرمود ولی من برای تو دلچرکینم، ببرونی یه کارش بود، بره پس بده. به همین تعبیر فرمودم برای تو دلچرکینم، که من بردم اینو یه کار دادم به یه جایی. غرض آقای عراقی فرمودن که خدمت آسد احمد میری یا نه؟ گفتم آقا من از دور دعاشم میکنم. سرش انداخت پایین، آی مردم، در حضور دختر موسی بن جعفر. یه نیم دقیقه ساکت شد، سرش بلند کرد، گفت آسد احمد خنثاری به جایی رسیده که نفس در او مؤثر نیست. اصلا نفس در او مؤثر نیست. مشهور بشه نشه هیچ درش مؤثر نیست. خیلی بزرگ بود آیت الله آسد احمد خنثاری. آسد محمد تقی خنثاری هم همینطور بود. اونم از اعاظم بود که امام یه روز فرمود که من و این آقای خنثاری و اون آقای خنثاری. امام فرموده یعنی آسد احمد و آسد محمد تقی. گفت من و این آقای خنثاری و اون آقای خنثاری می رفتیم درس میرزا اکبر حکیم یزدی. گفتن کار اسلام به کجا رسیده که در خونه میرزا اکبر باز شده. چرا؟ چون که حکیم بوده، حکمت گناه بوده. گفت کار اسلام به کجا رسیده که در خونه این آدم باز شده. حالا به هر حال پس بنابراین گفت من این انگشتر رو در آوردم آقای مصطفوی، انداخت اون سیل جرار، سیل خرار. گفت ما ظرفیت شهرت نداریم، معلوم است داشته باشیم. انداخت و سیل برد. انگشتر اون شیخ کتاب فروش بهش داده بود. گوش بدید صحبتمون در تأثیر چیه؟ گناهان است که این حیات خلوت عباداتت دیگه چقدر بگم، مجلسمون داره تمام میشه. والله اینا را چی میگم نگران میگم شاید یه وقت کسی نشنیده باشه. این عبادات که به جا میارید و میاریم انشالله، که به این میگن همون علم معامله، حیات خلوت این علم معامله معرفت احوال قلوب است. ببینید چه میکنی، چه گناهانی میکنی، چه کار میکنی. حالا یه گناهی هم از آخر سر میخوام بگم. گناهی گفتین یادداشت کردم. دو گذاشتم آخر بگم که گناه شیرینیه، ختام و مسک باشه انشالله. بله، خدمت شما عرض میکنم که این حیات خلوت عبادات ما این معرفت احوال قلوب است. حالا گوش بدید، این کتاب فروش کسی نمیشناختش، این انگشترش بیا میگم خدمتتون گفتم شاید اینطور بود، مار زده عقرب زده میزدی خوب میشد. حالا این جوانان که نشستن میگن آقا پس این سرم سازی چی میشه؟ در گذشته گفتم منافات نداره، اونم علم، اینم علمه. اگه زنجفیل مثلا منو خوب کنه، مثلا میگم گل و گاوزبانم خوب کنه، خب اشکال نداره، نه اینو باطل کنه نه اینو. این بیت مولوی خیلی سنگین است، توجه کردید؟ میگه چون تجلی کرد اوصاف قدیم، وصف حادث را بسوزاند گلیم. بابا این دیگه اشکال نداره. حالا بله سرم سازی هم درسته، خدا این پزشکان رو برای ما نگه بداره. به هر حال خب اون درسته، اون پزشک محترم واقعا زحمت کشیده، یه سرم درست کرده، آدما از مرگ حتمی نجات پیدا میکنن. حالا اگر تو این دستگاه خدا توی این 4 میلیارد یه نفر پیدا بشه اونم دستش مار زده رو خوب کنه، چه اشکال داره؟ حالا توجه کردید؟ میگه وصف حادث را بسوزاند جلیم. آقا حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام
خدا میگه و از تحیی الموتی به اذنی. این آیه را دقت کنید شما. عیسی به یادت بیار که مرده را به اذن من زنده میکردی. ببین میگه میکردی. تو رو خدا، اگه خدا میگفت و از احیی الموتی بیدک، ای عیسی یادت بیار که من مرده را به دست تو زنده میکردم، این نمیشد. خدا بلد بود اینجوری بگه اما اینجوری نگفته. عیسی تو میکردی ولی به اذن من. چه اشکال داره؟ بله. غرض این کتاب فروش را کسی نمیشناخت. حالا که گفتم بذار بگم، اون که مرده رفته اسمش هم شیخ رضا بود، خدا رحمتش. یک مجتهد جوان در زمان ایشون بود که من که منبر بودم، این برادر این مجتهد جوان دم در بود در مجلس آقای مصطفوی. من این را که میگفتم اومدم پایین، گفت تا میدونی من برادر اونم؟ گفتم میدونم. گفت نگفتی؟ گفتم عمدن نگفتم. بله میدونم. یک آقا در سن جوانی خیلی جهوری و صوت، حالا نمیدونم آقا، من نمیدونم چی کار کرده بودم. خدمت شما عرض شود که قاصد حسین قاضی، حالا من سربسته میگم، قاصد حسین قاضی به این مجتهد جوان گفته بود بعضی از اولیای خدا از تو راضی نیستند. قاصد حسین قاضی بنده خدمتش خیلی بودن. خلاصه این جهوری صوت هم بود. ببینید میگه رفت مشهد، این مجتهد جوان رفت مشهد. حالا رفت اونجا کاری برای خودش بکنه، چیکار کنه. آقای قاضی گفته بود بعضی از اولیا از تو راضی نیستن. نمیتونم اسم اولیا را بیارم، نمیتونم، بیکار که نیستم که. رفت مشهد. این شیخ رضا مشهد بود. یه دفعه میگه سید جان، حالا آقا مجتهد، مردم میان دستش میبوسن، این اومده میگه سید جان اومدی مشهد که چه کنی؟ شیخ رضا بهش گفت آقا شیخ رضا کار دارم. گفت بریم اتاق من یه دونه چای بخور. شیخ رضا یه اتاقی اونجا گرفته بود. خلاصه رفتن اونجا، گفت یه چای بهش دادم. سید چای را خورد و گفت عجب چای شیخ رضا، یکی دیگه هم بده. یکی دیگه هم خوردم. حالا هر گوش و سبحان الله. گفت برای چه آمدی مشهد؟ گفت 5 حاجت قلبی داره. ببین حاجت قلبی 2 تا معنا دارد، خواهرانم دقت کنن. حاجت قلبی به 2 معناست. یک معناش این است که شاید اینطور باشد، من اینطوری بگم که اون حاجت ها که تو نیتت هست، یه چند تا داری در نیتت، میگن خدا حاجت های قلبی تو چی؟ نباید. یه وقت معنای دومش این است که حاجت واقعا درونیه، مثلا به بیرون مربوط نیست. ببین طرف یه جوری وسواس داره، حسوده، یک گوشش خلاصه میلنگه، اینا رو میگن حاجت قلبی. نمیدونم این سید چی داشت، گفت 5 حاجت قلبی دارم، اومدم اینا رو از آقا بگیرم. این مجتهد. شیخ رضا کتاب فروش بلند شد گفت سید اگه من از تو همین اتاق حرم نرفته برات بگیرم خوبه؟ گفت خوب بگیر. گفت دست گذاشت روی سینم. یک شیخ رضا که همه میگن این کتاب فروشه، هیچی دیگه. ای خدا. و گفت دستش گذاشت رو سینم، گفت یا علی ابن موسی رضا، میگفت 5 تا حاجت هر 5 تا برآورده شد. گفت شیخ رضا درست شد. شیخ افتاد، سید افتاد به پای شیخ رضا، گفت من تو را نمیشناختم. شد مریدش. چه مریدی؟
حالا به هر حال خیلیه. آخه من به شما بعضی چیزا رو عرض نمی کنم، آدم مجتهد میشه، به حد اجتهادم میرسه. حالا من نمیدونم چی بوده چه اثر کرده بوده، بلند شده رفته بود خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، اونجا حل بشه مسئله. عزیز من ببین، نماز میخونی، روزه میگیری، اینا درسته، ولی در درونت مراجعه کن ببین چه معایبی هست. نمازتو قبول دارم، خدا قبول کنه، اما هنوز تو حسودی، هنوز تو بدبینی، هنوز تو تو رو نمیگم تو آدم چه خطاب میکنم، شما رو عرض نمیکنم، شما فرشته اید. من بخیلم، بد اخلاقم، خسیسم، بدبینم. آخه ببینم چی قضیه. عجب این سبحان ربی الاعلی که میگیم در ما اثر نکرده، این باید ما را مبدل کنه به خاک. سبحان ربی الاعلی، این سرت که به سجده میره باید تکبرت بمونه رو زمین بلند شی، نه اینکه پس سر متکبر بذاری رو مهر دوباره هم بلندش کنی. ها چیزا چیزای دیگه یه مراجعه بفرمید. الان ما یه آقاهایی داریم که خیلی حاج آقاهای خوبی هستن، حاج آقا سجاده، تسبیح، عبادت، اما ماشاءالله یک روز بی غیبت زندگی نمیکنه، غیبتش هم توجیه میکنه. شهید ثانی رضوان الله علیه کتابی داره به نام کشف الریبه عن احکام الغیبه. این کتاب نایاب بود، پدر من رضوان الله علیه بانی شد، این کتاب چاپ شد، احیا شد. کشف الریبه عن احکام الغیبه. شهید ثانی میفرماید که بعضیا اینقدر غافلن که عبادات یومیه را به جا میارن، غیبت هم میکنن، منتها در غیبت الفاظی را انتخاب میکنن که فکر میکنن العیاذ بالله خدا را فریب میدن. مثلا میگن آقا فلان کس چطوره؟ دیدی بعضی اینجوری نه؟ میگه از من نپرس. خب این بدترین غیبت خودش. اگه واقعا درست نمیدونی بگو نمیدونم، من با ایشون معاشرت نکردم. گاهی وقتا بعضیات یک جمله میگن نامه عملشون سیاه میشه. فلان کس چطوره؟ آقا از من چرا میپرسه؟ بنده شناس خداست. بفرمید. فلان کس چطوره؟ این دیگه همه بدتره. فلان کس چطوره؟ میگه حالا بماند. این بماند دیگه از همه بدتره. خدا ارشاد بابا مدیون میشی. این بماند که گفتی فکر مخاطبت به هزار راه میره. شهید میفرماید که مثلا وقت میگه فلان کس چطوره، میگه الحمدلله الذی لم یجعلنی من السارقین. الحمدلله ما دزد نیست، یعنی این دزد. خودش بدترین غیبته. 2 تا دختر 2 تا خواهر، باز شهید می نویسد که روز ماه رمضان غیبت می کردن. پیغمبر اکرم آمد دید که اینا دارن غیبت میکنن، فرمود برای اینا طعام بیارین، برای این 2 تا خواهر سفره بندازین. تو کشف الریبه شهیده. آقا سفره بندازیم، یالا گوشت بذارین، دوغ بذارین. گوی یا رسول الله قربونت بریم، هنوز خیلی مونده به مغرب. فرمود شما روزه نیستیم. آقا روزه ایم به خدا. حضرت فرمود چرا گوشت مرده داشتیم میخوردین؟ پیغمبر واقعا نمیخواست برای اون سفره بندازد. پیغمبر میخواست بگه دین من انقدر کوچیک نیست که دهنت ببندی هر کار دلت میخواد بکنی. بخور الله که بین کرده پس به غذا بخور. میخواست بگه دین من مسخره نیست، دین من بزرگه. اینه میخواست برسون. حالا بذارید این بحث باشه. پس بنابراین در حیات خلوت علم معامله این چیزا هست که نواقص خودمون را جستجو کنیم، ببینیم کجا ناقصه، کدوم خلق در ما هست، اخلاق ذمیمه در ما هست یا نیست. اثر گناهانم براتون گفتم، بقیهش انشالله فردا شب. یک قضیه را براتون عرض میکنم. تو این مستمعین با فضیلتی که
بنده شما میم در بین اینا، شما مردم با فضیلت یادداشتای میدن، میخونم، تذکرهای خوبی گاهی وقتا توش داده میشه. امشب تذکر دادن که بنده بگم که یکی از گناهان، واقعا ببین من اینو دارم میگم به شما، این جمله را تو را خدا بترسیم از خدا. وقتی که انقلاب پیروز شد، اولینی بگم بعد اون گناه ها بگم. بعد گفتم به شما شبایی گذشته با طلبه میرفتیم سر میزدیم به این مراکز، انقلاب تازه پیروز شده بود، روحانیون طلبه ها میرفتن این ور اون ور. آقا ما میرفتیم به دادگاه های مدنی سر میزدیم. دادگاه مدنی، دادگاه معمولا امور حقوقی دیگه، زن، شوهر، ارث. به این دادگاه ها سر زدیم، سر میزدیم. آقا من چند دفعه رفتم دادگاه مدنی، دیدم دعوای زن، شوهر، ارث، این چیزا اونجاست دیگه. آمار خودم گرفتم، یه چیزی میگم باور نمیکنید، نکنید. طلاق هایی که واقع می شود، جرأت نمی کنم یه عبارت پررنگی بگم، اول 98 میگفتم، اما الان جرأت نمی کنم. میخوام بگم طلاقایی که داده می شود 90% باعثش دخالت هاست، 10% میمونه برای بد اخلاقی و اعتیاد و چیزای دیگه. اینجوریه ها. 90% دخالت هاست. ای بابا دخالت در امور زن و شوهر نکنید. میگه سر سفره به زنت گفتی که بخورد نخورد، به هم برخورد، مردی گفتن، غیرتی گفتن، داره پسر تیز میکنه. نمیخواد خانم زحمت بکشی. همه خانم‌ها را نمیگم، همه آقایون را نمیگم، عزیز من، یا آقا یا خانم فرقی به حال ما نداره. اصلا من این حرفم امشب نوشتن دارم میگم، من اصلا مبحثم تو این چیزا نیست، میدونید که مبحث ما بیشتر آسیب شناسی درونه. خب اینم یکی از آسیباست. اگر من یه دخالت بکنم زندگی دوتا جوان به هم بخوره، جواب خدا رو چی میدم؟ در معرفت احوال قلوب خیلی مراحل رو گفتیم، رسیدیم به این مرحله که ببینیم ما در درون چه نواقصی داریم. این را میگن بحث محاسبه. در محاسبه هم صفات و اخلاق رسیدگی می شود و هم افعال رسیدگی می شود. من امروز که این کار کردم چی بود قضیه؟ یه وقت اشتباه میشه، میگن این الجواده قد یکبو، اسب نجیبم گاهی میلغزه، مهم نیست. اما یه وقت هست که این حرفی که من زدم ناشی بوده از درخت تکبر که در این درونم بوده. پس در محاسبه چی میکنن؟ هم صفات را جستجو میکنن، هم اخلاق و هم افعال را، اون چیزی که سر میزنه از آدم. انشالله تشریف میارین، اگر زنده بودم فردا شب بحث محاسبه که تتمه این بحث معرفت احوال القلوب است براتون میگم انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکه و اصول الكرم و رحمت الله و برکاته.